سلام علیکم. ما بچه‌های کلوب دینا در یک چیزای اینترنتی در شبکه اینترنتی درباره یعنی خیرلو مقصد که یک گپ زدگی درباره یعنی طرفداری ایزد دامون خودش کیه که ما باید ایزد دامون یعنی طرفداری کنیم. ما خیرلو چه میشناسیم یعنی لامبا داره در اینجا کیف صفا کار میگرده با امروز میخواد که ما طرفدار ایزد دامون باشیم. ما در واقع هم ایزد دامون در کار نیست، ما طرفداری اونم کدنی هم نیستیم. اون میخوان که اقصد طرفداری ایزد دامون نکنه. اینو آدمای پس اینو میخوام بعضی دولت و پگا باید کوریدگا بعضی دولت کما و نمیخوایم. ما طرفدار آزادی همین خلقمون نمیخوایم. ما درباره همین ایزد دامون واقعا شنیدن نمیخوایم. ایزد دامون خودش کیه که مقصد ما طرفدار ایزد دامون نبکنیم. ما خیلی هم وزید همین که کلوبی گرفته چی گپا میگم اونا نمیخوایم. نه ایزد دامون نه خیلی هم طرفدار همین خلقمون نمیخوایم. برادر درباره چی گفتن خودم گفتنی اون که خیلی پچنکو هم کلوب مقصد فریفته نشم با گپای هر خیلی های که مقصد هم وزید هم آزادی همی کلوب باشین ما نمیخوایم. ما مقصد آزادی هم کلوب خیمون نمیخوایم. یا فریفته گپای خیلی شما ایزد دامون و خودشون کیه او ایزد دامون هم جنایتکار آدم پس دیگه او خیلیش بیگزا جزاش قانون در نزد دولت هم یک هم مقصد قانون شد در یک خیلی جواب ده. ایزد دامون شید گفته دیگه او خودش کیه که مقصد همه بالاش خلقی مقصد کم بغل خیلی فریفته خود کنه. مقصد ای شدگی خلقی کم بغل استفاده میبره نمیشه. مقصد ما آزادی خلقمون نمیخوام. ما درباره ایزد دامون وحشش شنیدن نمیخوام. درباره خیلی چیز که مقصد اون ما هر روز میبینیم کیفی دیگه مقصد او یگان خو عدالت نداره او هیچ نمیدونه. مقصد اخی درباره ایزد دامون او هم یک کلام کارکنه خودش نمیشه. ما آزادی خلقمون نمیخوایم. ما در آخر گفتنیم که همین آزادی خلق با همه برابر باشه. ما نمیخوایم که درباره همه حقوق باشه. ما نمیخوایم که ایزد دامون شید گفتم مقصد او کیف صفا کنه خلقی بیچاره کم بغل در زیر دستی او باشد در کاری او را کنه پستی. ما میخوایم همه یک باشه. کم بغل هم خود داره مقصد یک بگرده و ایزد دامون شمون در آخر همین را گفتنیم که ما درباره ایزد دامون درباره اگون نزد قانون هم جوابگر ما درباره ایزد دامون وحشش شنیدن نمیخوایم. مثلا آزادی خلقمون نمیخوایم. همتون وقت دارم.